بچه دارن، بچه 14 ساله دارن، 10 ساله دارن، میان اروپا، ترکیه، جای دیگه. حالا اروپا رو میگم، آلمان رو میگم، من خودم شخصا دیدمشون که میان کمپا، میگه راه من از تو جدا فلان، زنه میگه بچه 14 ساله رو ول میکنه. بچه چه اتفاقی میفته؟ دختر پسرایی که خانوادهایی که بچه‌هاشون از هم دیگه جدا میشن، میرن کمپای زنونه، اونم میره کمپ مردونه، یا آبلاختوز میشه یا هوملوس میشه یا تو کف خیابون میخوابه. چه اتفاقی براشون میفته؟ اون بچه‌ها همجنس باز میشن، مشروبی میشن، مواد مخدری میشن. خود آلمان بچه‌ها رو ازشون میگیره از سن کودکی، شاید کمتر نوجوانی. این بچه‌ها بی اخلاق میشن، بی ادب میشن، بنیان خانواده نابود میشه. این دخترایی که میبینیم، ما میگم دختر که نه، زن. مثلا من شخصا دیدمشون، طرف دست دو تا سیاه‌پوستو گرفته تو کف خیابون، دو تا سیاه‌پوست مثلا